والذین آمنوا بالمقابل طایفه مؤمن قرار داره، کسانی که ایمان آورده و عمل الصالحات، عمل درست به مقتضای ایمان انجام داده. سندخلهم، الله میگه زود است که داخل کنم یاره جنات در باغ ها تجری که روان میباشه من تحتها، در زیر درختها و در زیر بلدنگ ها، الانهار و جوی ها، خالدین فیها، همیشه میباشن ابدا به صورت دائمی. وعد الله حقا، وعده کرده الله وعده خدا بالکل یقینی و درست است و این را یقینی گردانیده. و من اصدق من الله، کس خیلی راست از الله کرده، خیلا ده گفتار از الله کرده کسی ده گفتارش راست نیست. چرا؟ مخلوق اگر گپ بزنه تحقق بخشیدنش احتمال است، اما الله متعال که کدام وعده را داده بالکل درست است. چرا؟ مانع اراده یا عملی کردن اراده الله کسی شده نمیتونه. الله قادری مطلق است. انسان یک وعده را میکنه نمیتونه امور تحقق ببخشه. چرا؟ در پیش اراده انسان صدها موانع وجود داره. لیس بیامانیکم ولا امانی اهل الکتاب. الله اکبر. امتیازات واقعی برای یک قوم چیست؟ یک انسانی که ادعا میکنه من جنتیستم، چه معیار برش وجود داره که آیا ادعای از این درست است یا نادرست است؟ ارزش هر انسان مطابق عملش است. این طور نیست که به ادعا باشه، محض بگوید در زبان بگوید که من خیلی قدر و قیمت دارم. یهود مبتلا به اینمی پندارهای باطل و تصور غلط بود. یکی از جمله صفتهای مذموم یهود امی بودن. او طرف آنقدر جنایات و شرک و گناه ها را میکردن، لیکن او طرف میگفتن که نه جنت در تکه ماست، هیچ کسی دیگر جنت داخل نمیشه. علتش چی بود؟ علتش چی بود؟ گفت ما اولادی پیغمبر هستیم، ما اولادی بزرگ هستیم، ما هر رقم گناه که کنیم پس جنت میریم و اگر در جهنم ما نمیسوزیم اول، اگر بسوزیم هم 3-4-5 روز. اینی را پندار غلط میگه. چرا؟ ادعای بی اساس و پوچ. یک دفعه خود تو در میدان معلوم کن که تو چیزی داری یا نداری. یا تا سخت درسی عظیم برای ما میده. امروز فرقه ها و گروه ها هر کدام میشه میره میگه که من جنتیستم، اهل سنت و الجماعت مستم، فرقه منصوره مستم، سلفی مستم، اهل حدیث مستم. هر فرقه به این را بیان میکنه. ما به حق هستیم و ما نجات پیدا میکنیم. قرآن کریم این موضوع را بالکل حل میسازه. ارزش و معیار برای نجات و کامیابی چی است؟ قرآن خود میگه لیس بیامانیکم، نیست بهتر بودن شما. یکی کسی کتاب داره یا پیغمبر داره لاف بزنه. یهود میگفتن کتابی ما تورات است، پیغمبری ما موسی علیه السلام است، ما خیلی بهتر هستیم. نصارا میگفتن کتابی ما انجیل، پیغمبری ما عیسی علیه السلام است. مسلمانان گفتن کتابی ما قرآن، پیغمبری ما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم است. ای نه، به می دعوا به زبان گفتن انسان بهتر میشه. خود کتاب تو قرآن است، پیغمبر تو رسول الله صلی الله علیه وسلم است، گفته درست میشه، ارزش پیدا کردی، نجات پیدا کردی، جنت مستحق شدی. نه، قرآن میگه لیس بیامانیکم، نیست به آرزوهای شما. هر کدامیتان یک پندار داره، یک آرزو داره. ولا امانی اهل الکتاب، نه با آرزوهای اهل کتاب، بلکه کار به قبول کردن حکم است که عملی کردن نظام الله را کی تسلیم به پیغمبر است. در میدان عمل کدام مردم دیده میشه؟ من یعمل سوءا، کسی که کار انجام میده، سوءا عمل بده، و اگر او عمل در عقیده باشه یا در عمل باشه کار زشت انجام میده، یجز به، پاداش برش داده میشه. دیگه شکی نیست. این هر کدام ما میدانیم کاری بد در خود عاقبت داره، انجام داره که پاداشش داده میشه. ولا یجد له من دون الله، نمیابه برای خود غیر از الله متعال ولیا، کسی دوسته، ولا نصیرا، نه کسی امداد کننده را. یعنی کسی پرداری قریب هم پیدا نمیشه که از این دفاع بکنه، یا کسی دیگری هم پیدا نمیشه لشکر که امداد زیره بکنه، قطعا پیدا نمیشه. شفاعت برای کسی به الله راجع میشه. الله که اذن نکنه برای کسی شفاعت کرده نمیتونه. باز الله اذن نکنه که برای کی شفاعت شود. اگر اذن نکنه هیچ کس به کسی شفاعت کرده نمیتونه. پس این پنداری شما یهود و نصارا، اگر شما مسلمان هستی غلط است. چرا؟ عملتون چقدر است؟ من یعمل، اینجا نگفت که من یعمل صالحا یجزا به، کسی که عمل صالح انجام میده برش پاداش داره. میگه عمل سوره که انجام میده. معنی است که شما خو مبتلا به عمل سسته، عقیده تا نبینی، کرداری تا نبینی، در کدام نقش پیغمبر سر میخوره.
و طرف همونطور ادعا داره، میگه ما این کتاب ما تورات است. تو کی؟ کتاب تورات شما تعلیم و تدریس کردی، تطبیق کردی در زندگی؟ عقیده برش داری؟ پیغمبر ما موسی علیه السلام است. موسی علیه السلام شما را دعوت به جهاد میداد، جهاد کردی؟ در هر امر خود شما مخالفت موسی علیه السلام میکردی. عجیب است. محض ما امروزه هم همونطور است. مردم مسلمان ما دعوا داره ما قرآن دوست داریم. دروغ چرا میگی قرآن دوست داری؟ قرآن برات گفته کدام قسم عمل بکن، تو کدام قسم عمل میکنی؟ پیغمبر دوست داریم، نقشه پیغمبر در زندگی عملی کردی؟ نه. نماز میخوانی، با کدام نقشه نماز میخوانی؟ یک دفعه سند و دلیل پیغمبر بکش؟ نیست. و من یعمل من الصالحات، کسی که عمل میکنه از عمل نیک، صالح عمل امور گفته بودیم که خالص به خاطر رضای الله و به نقشه رسول الله باشه، من ذکر مرد او انثى از زنا، از هر جنسی که باشه، هر کدامش در مسئله انجام عمل کلگی مساوی و برابر است در بارگاه الله متعال. و هو مؤمن، در حالی که مؤمن باشه، فاولئک ای مردم یدخلون الجنه، یا در جنت داخل میشه، ولا یظلمون نقیرا، ظلم سرشان کرده نمیشه، یعنی کم کرده نمیشه به اندازه داغی که در خسته خرماست. این قدر ظلم سر کسی نمیشه که پاداشش ضایع شوه یا از بین بره. عمل نیک که انجام دادی الله مکمل برات میده. آیت 3 شرط بر ما بیان کرد. کسی که دعوای امتیاز و ارزش به خود قائل است باید 3 چیز داشته باشه. یکیش عمل صالح که مشتمل به 2 شرط است. عمل صالح وقت میشه که خالص به خاطر رضای الله یک کار انجام میدی، به خاطر کسی دیگری نه، به خاطر منفعت شخصی نه، فقط رضای الله. دوم امی عملت مطابق نقشه پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشه. این 2 را تکمیل کنی و هو مؤمنان. شرط است که عقیده درست داشته باشی، عقیده قرآنی مؤمن باشی، عقیده توحید و یک تا پرستید موجود باشه. پس کسی که عقیده یک تا پرستی نداره، ولو که به اخلاص، بسیار به اخلاص به خاطر رضای الله کار میکنه، به نقشه پیغمبر میکنه، لیکن موحد نیست، عملش برباد، غلط است، دعوایش بی اساس، نادرست، هیچ دعوا را کرده نمیتونه. یا مؤمن موحد است لیکن عمل انجام میده خالص به خاطر رضای الله، نه به خاطر خودنمایی، شهرت، سمعت. در قد مردم یک جا شده، همونطور در همه یک جا آمده نماز خونده، اصلی حقیقتی نماز در قصیش نیست. یا خب به خاطر رضای الله کار انجام داده، مؤمن واقعی موحد هم است، اما کار خود به نقشه پیغمبر انجام نداده. این عمل مقبول به نزد الله نیست. پس تو دعوای ارزش خودم نکن، دعوای نجات خودم نکن. قرآن کریم معیار برای بهتری، معیار برای نجات، معیار برای ارزش کسی فقط عمل مقرر کرده که چقدر عمل داری. ببین دیده شوه که عمل وجود داره یا نداره. امروز مردم ها چی میگه؟ دل پاک و دل، گپ در سر نماز و روزه و گپا نیست. اینجا قرآن معیار عمل مقرر کرده. تنها با دل پاک کردن دل پاک نمیشه. دل وقتی پاک میشه که انسان عملی درست بکنه، اطاعت الله را در تمام زندگی خود بکنه، اون وقت معلوم میشه که دل پاک است. از او خاطر الله چی میگه؟ و من احسن دینا، کس خیلی بهتر از نگاه دین، مقیاس بهترین دین است. او کدام است؟ تسلیمی مطلق، تابعداری ملت ابراهیم خلیل الله. یک دفعه دیده شوه کی کارا در تو موجود است یا نه. و من احسن دینا، کیست خیلی بهتر از روی دین، ممن از او کسی که اسلم وجهه لله، که تسلیم کرده باشه روی خدا برای الله، یعنی مکمل متوجه به سوی الله باشه، تسلیم به الله باشه، ظاهرداری نمیکنه، واقعی تسلیم به نظام الله است. و هو محسن، در حالی که احسان کننده است، عمل خودم خیلی درست انجام میده. و تبع ملت ابراهیم، تابع از ملت ابراهیم. کدام ابراهیم؟ در حالی که حنیفا مایل به سوی حق بود، اعراض کننده و بیزاری اعلان کننده است. تمام شرک و پدیده شرک مکمل اعلان میکرد. اینا لباس اینمی مردم لاف بزنه که ما کیستیم. معیار قبولیت در اینجا اخلاق احسان، تابعداری ملت ابراهیم کرده. تسلیم شدن روی برای الله امر باطنی است و احسان امر ظاهری است. در ظاهر خب عملی درست انجام بده و مکمل خود تسلیم الله متعال کرده باشی. از همون خاطر تمام نقصاناتی که در کدام ملت پیدا میشه، ولو که ملت کفری باشه، در 2 شرط است. 2 شرط. کافر هم اگر اخلاص در وظیفه خود نداشته باشه، از روی عقیده یک کار انجام نده، اما کار پیش نمیره. دوم
ظاهرا عمل خود مطابق امو شرایط ظاهریش برابر بکنه، خلل نداشته باشه. ولو یک آدم کافر با نیت و اراده کفر خود برای کامیابی کفر خود کار میکنه، دو چیز برش ضروری است: اخلاص برای امو کفر خود که برای از او اخلاص داشته باشه، و دوم مطابق امو نقشه که ساخته شده به مو نقشه امو کار انجام بده. در غیر از او کامیاب و پیروز نمیشه. در دین اسلام هم همین گپ است. تا وقتی که ما اخلاص برای اسلام پیدا نکنیم که هر عمل ما به خاطر یک ادای مسئولیت ادا بکنیم، این عبادت بشماریم، موجب ثواب بدانیم که الله برای ما پاداش میده، نه به این خاطر که مردم ما را مدح بکنه یا مردم ما را ببینه. این مقصد نباشه، یا در این منفعتی ظاهری ماست. نه، عمل انجام میدی به خاطر رضای الله، این را اخلاص میگن. دوم، نقشه ظاهریش مکمل برابر به مون نقشه باشه که الله متعال تو را مامور ساخته که مطابق از اون نقشه عمل تجور کو، که اون نقشه پیغمبر علیه السلام است. از اون خاطر الله میگه همین دو شرط در ملت ابراهیم خلال بود. و اتبع ملت ابراهیم حنیفا، تابعداری کرد از ملت ابراهیم که حنیف بود. ابراهیم علیه السلام کلی عمل خود خالص به خاطر رضای الله، هیچ کار دیگری نداشت. در مختلف امتحانات الله قرار داد لیکن ناکام نشد. اگر برش گفت که الا مبارزه کو، یک نفر است در مقابل دولت بود پرستی را مذمتش بیان کو، توهین و تحقیر کو، شرک تبلیغ و تقریر کو که شرک بد است. بس ابراهیم علیه السلام نگفته که من یک نفر هستم و کل دولت یک طرف است. نه، دست به مبارزه عملی زد. بسته عبادتگاه بتا را مکمل کلایش پراند. ما با این قدر تعداد یک مرکزی نعوذ بالله شرک از بین برده نمیتونیم. یک مرکز شرک در لبی سرک یک دانه کدام کس کدام وقت کشته شده، سنقالگک جور کرده در سرش یک چوبک یک رخته کمانده. حال اینجا خون ریخته، امو دمی سرک گرفته، چقدر خرابی ها کرده، امیر کسی دور کرده نمیتونه. توحید ما اینی قدر ضعیف است که هیچی نداره. این کلان گنبزار رو چپا کردن این خود گپ خیلی دور است. ابراهیم خلیل طور نبود. قرآن ما امر میکنه که به ملت ابراهیم باشی. چرا؟ ابراهیم علیه السلام امام است. امام این جاعلک للناس اماما، ما تو را برای مخلوق امام میگردانم، الگوست نمونه. ولقد اصطفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین. کمالات دنیوی و اخروی را الله برش نصیب کرده، قابلیت امامت داره ابراهیم خلیل الله. راه ابراهیم علیه تعقیب کنیم. بس خود ما سری خود در گریبان میکنیم که منهج ابراهیم و راه ابراهیم چی بود، روش ابراهیم علیه السلام چی بود و ما کدام طرف روان هستیم. اول مبارزه ابراهیم قتل شرک، اول گفتگوش قتل پدر بود، دوم گفتگوش قتل قوم بود، سوم گفتگوش قتل نمرود بود، چهارم دست به عملی کردن دعوت خود بود. دعوت خود عملی کرد، هراس نکرد. پنجم مامور به هجرت بود. ششم بچه و زن خود در یک دشت و بیابان برای تعمیر بیت الله در اونجا بگذاشته. هفتم مامور به ذبح بچه خود بود که بعد قربانی بکنه. سلسله آزمایش الله متعال یکی پی دیگر بالای ابراهیم علیه السلام نه، اما ابراهیم علیه السلام بیچون و چرا آماده به امتحان است، میپذیره. الله متعال ما را اعلان بندگی یا دعوای امتیاز که میکنیم بعد در ملت ابراهیم روان باشیم، در نقش و قدم ابراهیم باشیم. قرآن برای ما گفته. همونطور به ادعاها خود نمیشه. یهود میگفتن ما نجات یافتیم، نصارا میگفت ما، مسلمانا میگفت ما. الله متعال میگه گپ در این نام نیست که ادعا داره، گپ در ایست که کدامتان. معیار موجود است، ترازو موجود است. بله در ملت ابراهیم برابر است یا نه؟ هر کس برابر است او ادعا بکنه که نیست برابر، ولو که خودش هر قدر بگه که من جنتی هستم، جنتی شده نمیتونه. با دعوا خود جنت حاصل نمیشه. واتخذ الله ابراهیم خلیلا، گرفته بود الله متعال ابراهیم علیه السلام با دوستی خالص. خلا امو دوستی را میگه که خیلی قوت داشته باشه، خیلی قوت داشته باشه. ابراهیم خلیل الله را الله با دوستی گرفته بود. چرا؟ به خاطر که ابراهیم خلیل الله در طول زندگی خود امتحانات الله را طور تطبیق کرده، اجرا کرده که هیچ آدم تعجب میکنه که یعنی قدر امور دشوار و سخت چطوری تسلیم میشه. از او خاطر الله با خلا و دوستی خالص ابراهیم خلیل الله را گرفته و ملت و روش از او را معیار مقرر کرده، ترازو برای حق بودن یک طایفه و ناحق بودن طایفه. اگر به این ملت برابر بودی حق هستی، دعوای تام حق است. اگر نبودی دعوای محض تو را نجات نمیده. الله ابراهیم خلیل که خلیل گرفت به خاطر از اینکه نیاز برش داشت، حاجت
نه، الله کامل است. در میدان بندگی خود بسیار قربانی داد، فداکاری کرده. الله متعال از او خاطر برای اعزاز ابراهیم خلیل الله ای را خلیل گرفته، وگرنه الله نیاز به کسی نداره که کسی را خلیل بگیره یا نگیره. یک، اطاعت الله متعال ضروری است، به ادعاها نمیشه. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، فقط از یک الله عبادت کرده شو، از کسی دیگری نیست. چرا؟ تمام کمالات صفات کمال امر الله است. ولله خاص، در اختیار الله است. ما فی السماوات، آن چیزی که در آسمان هست، و ما فی الارض، آن چیزی که در روی زمین است. و کان الله بكل شیء محیطا، هست الله متعال به تمام چیزها احاطه کننده. کدام اموری که موجب اطاعت است به الله معلوم است. حالی میبینه شما را، اینطور فکر نکنی که الله از شما خبر نداره. چه قسم عبادت میکنی، عبادت کی را میکنی، با کدام مقصد میکنی، الله مکمل خبر داره. ای یهود، شما خو عزیر ابن الله میگه، مبتلا با شرک هستی. ای نصارا، شما نصارا را ابن الله میگه، مسلمانای ما اولیاء را ابن الله میگه. نازدانه میگه نمیگه؟ فرق در کجاست؟ و پیغمبر ابن الله میگه، الله متعال واره مشرک میگه. و پیغمبر، او پیغمبری که معجزه در دستش صادر شده، و چشم سر مردم دیده، کور جور شده، مریضی چیست پیس جور شده به اذن الله. از او خاطر مردم ده او غلط فهمی افتاده که عیسی علیه السلام ابن الله میگه. مردم ما چی میگه؟ کاش که ولی امنه، ولی را تولی را مردم ما نمیشناسه که ولی کی است. مقصد هر قبری را بری نعوذ بالله کلی خر ده یک جای گور کنه، بیرق سرش بزنه، مردم اینقدر عاجزی برش میکنه که پرسان نکنه. در این وطن اینطور حالت است. انگلیس ها گرفت کلی اسلحه خدا، چلگزی بابا جور کرد، 40 متر قبر جور کرد. مردم 40 متر هم یک انسان است، کلی اسلحه و طلای خدا گور کرد. امروز آمدن کشیدن مکمل. نام زیارتی تا نمان، نامش آسان ماند، کیدانی باباست، دولکی باباست، فلان باباست. بابا کرد. هر سال که قبر خراب میشد، زنا میرفت تصویر علیش میکرد، حاجت به دیگه هم نبود. او هیچ گمام نشد نقشش، چرا؟ در سرش بیرق بود، امو رقم بیرق. بعد از 200 سال انگلیس میآید، امو قبر نیست اونجا، خود نمرده بود نه چیز. انگلیس ها مطالعه کرده بود که مردم ها سخت قبر پرست است. فقط اگر مال تا حفاظت میکنی، شکل قبر برش جور کو، این مردم دیگه، ولی یک بیرق هم در سرش بزن، این نه آدرسش گم میشه، چرا که مردم همیشه برش میآید، و نه این خراب میشه، نه کسی بیرون میکنه که در زیرش چیسته. کلی در او زمان انگلیس ها طلاهای خود کلش گور کرده بود، خود از دست دادن، اما مال و منالشان باقی ماند. اینه بقایای انگلیس ها آمدن کشیدن از کی؟ میراث پدرای خود، بابا و اجدادشان خودشان در افغانستان گور شدن. نه در او وقت ما واره چی نبود، افغانی ها خب افغانی اتفاق داشتن، ماشاءالله مجاهد بود. امروز واره تابع دلار نبود، بنده های دلار این رقم نبودن. او وقت شهامت داشتن، غیرت داشتن، هیچ وقت نمیخواستن که نعوذ بالله غلام یا بندی انگلیس ها باشن. چی تاریخی داره افغان ها؟ هندوستان با یک قدر نفوس خود تابع انگلیس بود تا چند سال دیگره. افغانستان یک مملکت کوچک با نفوس خیلی کم، با ملت های گوناگون، ازبک، تاجک، هزاره، بگوی افغان، ترکمن، هر گروه در اینجا بود. متفق شد زد ابر قدرت جهان شکست داد، یک مرتبه هم نه 2 مرتبه. امروز تاریخ خود اینطور سیاه کرد که پرسان نکنه. در جهان افغانستان تاریخ خود سیاه کرد، کل جهان سر خود جمع کرد یا امضا کرد که بیا در افغانستان. وقت کلی مردم جواب داده بود. افسوس است امی مردم یک دفعه نمیشینه، فکرام نمیکنه که بابا و اجدادی ما چی میکرد. تلخان نمیخورد، انگلیس ها را افغانستان قبرستان برش جور کرد توسط تلخان. او مالی بگوی مچم که چند هزار دلار، چند کرور دلار موترش هسته، قوق کرده. مردم هم در راه که میره آوازش هم میکشه که مرا ببینه نمیرم. یک روز، 2 روز، 4 روز، آخرش اینطور اجل برد بیا، اینطور مورد محاسبه الله قرار بگیری که پرسان نکن. این دنیا با کسی وفا نداره. یک نام نیک به خود کمایی کو. باباهای ما نام نیک کمایی کرده، ما افتخار سرش داریم، دعا برش میکنیم. اینطور نشوه که نواسای ما بگوید که لعنت الله سری بابای. اینطوری نشوه. این بسیار سخت است که من نواسه برد لعنت نگوید.
خیلی خوب. ولله ما فی السماوات، خاص برای الله آن چیزی که در آسمان است و ما فی الارض در زمین است، در اختیار الله متعال است. و کان الله است الله متعال بكل شیء محیطا، به تمام امور تمام چیزهای احاطه کننده. پس موجب اطاعت الله متعال است، نه کسی دیگره. و یستفتونک فی النساء، از تو طلب فتوا میکنن ای پیغمبر علیه السلام در مورد زنا، ای مهر میراث به زنا بدیم ندیم، فتوا طلب میکنه. قل الله یفتیکم، بگو که الله شما را فتوا میده. فتوا از فتن گرفته شده، جوان میگه، جوان قوت می داشته باشه. فتوا امور میگه که قوت داشته باشه. فتوا وقتی قوت پیدا میکنه که دلیلش ذکر شده باشه، او دلیل وقتی قوی است که از قرآن و حدیث باشه. پس بهترین فتوا فتواست که مستند به کتاب الله و سنت رسول الله باشه، اونو را فتوا میگه. علمای عرب قاطبتا وقتی که فتوا میده گاهی در مذهب خود رجوع نمیکنه. یک عالم عرب که بگوید که امام احمد ابن حنبل اینطور گفتن، نه. زمانی که سوال برشان راجع میشه آیت کتاب الله و سنت رسول الله را نوشته میکنه، میگه روی این دلیل، روی این دلیل. اما در دیار افغانستان، پاکستان، هندوستان و امی دیار تاجیکستان فتوا از روی قول امام نوشته میشه. کل فتاوای جدید شما ببینید، فتاوای دارالعلوم دیوبند، فتاوای اقانیه، امداد الفتاوا، فتاوای چی محمودیه و فتاوای چیست احسن الفتاوا، امداد الفتاوا، کلی از این فتاوا را ببینید، کلش نقل قول از شامی میکنه. رد المحتار فقط قال ابن عابدین صاحب اینطور گفته، این فتوا شده نمیتونه. قول یک شخص مسئله را قوت دادن نمیتونه. وقتی فتوا را ذکر میکنی آیت قرآن حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم باید پیش کنی، مقایسه کنی. یک فتوای علمای عرب هم یک طرف بانی، یک فتوای علمای وطنی ما و شما هم بمانی که فتوا را بشناسی، بعد از او به انصاف فیصله کنی. و هم در ممالک عربی هم ملای مذهبی پیدا میشه. و چرا از مذهب خود نقل نمیکنه، فتوا نمیده؟ او تو فقط همی دنبال مذهبی تا گرفتی، یک دلیلت پیش تیر نمیکنی، یک سند نداری، باز نمیشه فتوا ماندی. از کجا فتوا شد؟ فتوا خوی را میگه که قوی باشه، قوی او را میگه که دلیل داشته باشه، دلیل هم قرآن و حدیث باشه. تو نه قرآن آوردی، نه حدیث، نه دلیل ذکر کرده، فقط نقل قولی. بگوی کتاب دیگر در اینجا، اونجا عربی است، تو اینجا یا فارسی یا اردو یا ازبکی ذکر کرده، این نامش فتوا ماندی. کجاست فتوا؟ از همون خاطر ابن قیم رحمه الله یک کتاب خیلی چی داره، کتاب خیلی خوب، اعلام الموقعین، خبردار کردن او کسایی که از طرف الله امضا میکنه. حکم و فتوا دادن برای کسی گپ یادی نیست. کسی از تو مسئله دین سوال میکنه، تو از طرف الله امضا میکنی که این حکم است، باید این حکم برات معلوم باشه، باز امضا کنی که راستی از الله هست یا نه، از رسول الله هست یا نه. اونجا امی مذاهب هر کس، هر عالم که خلاف ورزی از حدیث پیامبر کرده نقل قولش کرده. یک مسئله نیست، به هزارها مسائل است که مردم سیکو حدیثی طور گفته و این رأی خدا پیش کرده، این طوری موضوع را پیش کرده. چرا این موضوع را پیش کرده؟ حدیث پیامبر را باید پیش کنه. این بسیار سخت است که آدم فتوا میده لیکن دلیل نداره، نقل قول یک عالم میکنه. خیرت است، این اسقاط است. چرا؟ اونه در کتاب است. کدام کتاب؟ کتاب کی؟ کتاب رسول الله، کتاب الله، کدامش؟ نه کتاب فلانی، کتاب من یک فلانی استم، کتاب دارم، او میگه است، من میگم نیست، خلاص. از کی را قبول کنیم؟ معیار وجود داره که فلان عالم گپش بپذیریم، از فلان نپذیریم. هر عالم، یک عالم گفته که من ناقص هستم، هر کدام میگه من نابغه هستم، هر کدامش میگه. از کی را قبول کنیم؟ دمی افغانستان ما، دمی یک کابل، یک موضوع 4 قسم فتوا داده میشه. از کی را قبول کنیم؟ شما بگوید. خود تاسف در اینجاست که اینجا هم قریب شرک روان است. قریب شرک کی را میگن؟ یک تعداد محبت مقتش است، یک تعداد محبت مولای دیگه، یک تعداد محبت مولای دیگه.
به این سعی نمیکنه که گپ حق است یا میگه فلانی گفتم من خطش محبت دارم. و من الناس من یتخذو من دون الله اندادا یحبونهم كحب الله. اینمی آیات اینمی مستاقش است. از روی محبت گپیش میپذیری. سند دلیل بیان نشده. نه 4 ملاس اگر 20 ملاس گپایشو جمع کو، پیش کو به ترازوی قوی قرآن و حدیث که از کی وزن داره، از کی موافق است یا نه، بعد از او بپذیر.